سلام. این روزا نظام ولایت مثل یه مایتابه پر از روغن داغ میمونه. یه قطره آب کافیه که صدای جلز و بلزشو با آسمون ببره و اساسی دم و دستگاهشو به هم بریزه. یه قطره آب مثل همین قدم زدن ظریف و جانکری که بعد از گذشت این همه روز هنوز که هنوزه موجش به راهه و همینجوری داره 4 ستون نظامو میلرزونه. افراد زیادی بودند که با تقبیح این اقدام محمد جواد ظریف قدم زدن با نماینده دشمن تاریخی جمهوری اسلامی را باعث تضعیف کاریزمای انقلاب می‌دانند. بله، دلواپسان نظام حسابی به دست و پا افتادن و به فکر کاریزمای نداشته نظامن. بابا کدوم کاریزما؟ کار عظما از کاریزما ماریزما گذشته. ببین این بوزقلمون کریان چه آه و ناله‌ای به راه انداخته. بعد از 1 سال و نیم مذاکره و نرمش ذلیلانه تازه میگه بدونید با کی طرفید. نه بابا. دولت مردان ما دشمن را بشناسند، با کی طرفند، با کی دارن صحبت میکنن، با کی زیر یک سقفن، با کی سر یک میزن. اینا در تمام مذاکرات اول با نخست وزیر صهیونیست ها تماس میگیرن، به اونها اطمینان میدن که ما امنیت شما را تضمین میکنیم، ما جلو رشد هسته‌ای ایران را گرفته ایم، در جای جای اینها حمایت میکنن و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوشوبش بکنیم. این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست و ملت ما این را نمیپسندند. صدیقی آبگورگیر که تکلیفش روشنه. الان دیگه توی تیمیریشم ظریف و سکه یه پول میکنن و اینجوری میبرنش زیر بخیه. این هفته و در جریان مذاکرات هسته‌ای وزرای خارجه ایران و امریکا، وقتی 2 تا وزیر دیدن انگار قرار نیست با مذاکره کردن پشت میز اتفاقی بیفته، از هتل بیرون اومدن و تو هوای ابری ژنو به پیاده روی و قدم زدن رو آوردن. هر چیزیه بلند بگیم ما هم بشنویم. حالا اینکه این وسط ظریف چی به جانکری گفته شاید بشه یه حدسایی زد. شاید بهش گفته باشه این نماینده ما تو سازمان ملل الان بیشتر از 330 روزه که معطل ویزای شما مونده ها. نکنه به نماینده ما برچسب عدم شادابی بزنی؟ نکنه میخواین یه فرد خوشبر و رو معرفی کنی؟ یا مثلا درباره توافقنامه ژنو که درست 1 سال داره از تاریخ اجراش میگذره و تحریمایی که قرار بود از صنعت خودروسازی و حمل و نقل هوایی برداشته بشه و عملا هیچ دردی نه از خودروسازی و نه از هواپیمایی دوا نشده صحبت کرده. یا شاید حتی درباره تحریمای جدید که خود ظریف هم میبره جزو تحریما صحبت کردن تا این کارو نکنن. ملاحظه کردی؟ همین تاتی ذلیلانه امام جواد ظریف چه آشوبی تو دل و روده نظام انداخته. حالا این یکی رو ملاحظه کنید. پیاده روی وزیر خارجه کشورمان با جانکری اقدامی زمخت بود و نه ظریف. ساختار تحریم را که بر نداشتید، دست کم ساختار تحقیر را شکل ندهید. بفرمایید. صدای شرشر و ریزشو میشنوی؟ اینطوری که پیداست هم تابوی یه قل 2 قل بازی کردن با شیطان بزرگ شکسته، هم تابوت امام دجالشون ترک برداشته. یکی دیگه از ورق پاره های دلواپس که پا رو از این فراتر گذاشته و گفته بابا بسیجی های داخلی جهنم، تو نوچه های برون مرزی عظما رو هم داری میبرونی. جوانان جهان اسلام جمهوری اسلامی ایران را نماد ایستادگی و پایداری در برابر تبهکاری‌های آمریکا می‌دانند. بعد تصویری از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در جهان واتاب می‌دهیم که گویی هیچ تبهکاری وجود نداشته است.
پیشنهاد میکنم تا موقعی که مذاکرات به نتیجه نرسیده است، همانطور که متن مذاکرات را از ملت ایران مخفی کرده اید، تصاویر گفتگوها چه در زیر سقف و چه در بیرون سقف را نیز تا حصول نتیجه محرمانه اعلام کنید. بله، درد اصلی مثل دنب خروس زده بیرون. معلوم شد که ترس جماعت از همین شکل قضیه است، چون میدونن همین 4 قدم چه بلایی سر بسیجیای ما رفته میاره. میگه لااقل پشت درای بسته قدم بیزدید که کسی نبینه. رفقا میبینید نظام ولایت فقیه بعد از 36 سال عربده کشی و خواب ضد استکباری به چه فلاکتی افتاده؟ حالا ماسمالیزاسیون خود ظریف رو ببینید. میشد از حرفهای امروز ظریف اینطور برداشت کرد که پیاده رویش با کری در کنار دریاچه لمان در ژنو به خاطر فضای غبارآلود حاکم بر مذاکرات بوده. برای این بود که مذاکرات از حالت نسبتاً تنش‌آلودی که پیدا کرده بود خارج بشه و بشه با استفاده از هوای پاک که امروز هم روز هوای پاکه، یه مقداری فضای مذاکرات تغییر بکنه. قضیه آلودگی هوا بود؟ عجب، تو گفتی و بسیجیان باور کردن. آخه واسه کی داری فیلم بازی میکنی مم جواد؟ چرا اصل قضیه رو بالا نمیاری؟ چرا نمیگی اول پشت درای بسته تا تونستی دار و ندار نظام رو حراج کردی، بعد اومدی واسه قدم زدن؟ هر کی ندونه موشکاف که علت این تاتی ها رو میدونه، دنبال اینی که با این بازی ها 10 شایی قرون از هسته‌ای رو واسه نظام نگه داری. قدم زدن که سهله. الان صدیقی تکلیف نیش باز ظریف رو هم روشن کرده. لبخنده به دشمن کار مؤمن نیست. سهلنگاری در برابر دشمن کار آدم هوشمند نیست. تسلیم شدن در برابر دشمن این خلاف حکم عقل است. عقل فتوا می‌دهد که با دشمن انسان سخت برخورد بکند. عقل کجا بود؟ اونی که فتوا میده ولی فقیه که اونم پاک بیخیال عقل شده و رفته به ورزشکاران و جوانان پیام داده. بهش بگو به جای این کارا بسیجیای دل و دماغ سوخت‌تر رو از دل واپسی در بیاره. خیلی اوضاع خیته بابا، خیلی خیته.